دوستان سلام. یه نکته‌ای که حائز اهمیت هستش تو بحث اینستال یا نصب سیستم‌های آبیاری قطره‌ای فلک گذاریه. الان همونجور که ملاحظه می‌کنید هر فلک نشون دهنده یه دونه جای آبپاشه و زمانی که متخصصین نصب تشریف میارن برای اینستال دیگه متوجه میشن که چه تعدادی هد وجود داره، مسیر لاین سیستم اسپرینکلر به چه صورت از کجا میاد و به کجا میره و عموما زمانی که بخوایم والو باکس رو نصب بکنیم از دو تا فلک استفاده میکنیم. همینجور که ملاحظه میکنید اینجا تمام زون ها فلک گذاری شده و این نشون میده که چه تعدادی ما آبپاش داریم و نحوه نصب باید به چه صورت باشه. این نکته خیلی حائز اهمیته. آبپاشایی که توی چمن نصبش اومد آبپاشای یا پی جی پی یا رینبردهای 5004 هستش و آبپاشایی که توی گاردن نصب میشه اومد آبپاشایی هستش که به صورت اسپری هستش. گفتم که این موضوع رو خدمتتون عرض بکنم که در جریان باشید. با تشکر.